میخوام چند تا کتاب خوب بهتون معرفی کنم. حتی اگه کتاب خون نیستین، حجم این کتابایی که میخوام معرفی کنم خیلی کمه. میتونین با همینا شروع کنین و کتاب خون بشین. یکی از کتابای خیلی خوبی که من خیلی وقت پیشم خوندمش، انسان در جستجوی معنا هستش. نویسندش دکتر ویکتور فرانکله. یه طوری راجع به زندگی نامه خودش اینو نوشته که از کجا به کجا رسیده و واقعا تأمل برانگیز زندگی نامش. یه کتابیه که خوندنش به آدم امیدواری میده، شجاعت میده. راجع به زندگیش در اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نوشته. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما اینو بخونین. واقعا از خوندنش لذت میبرین. دومین کتاب که خیلی هم کوتاه و کم حجم، همونطوری که میبینید، چند تا داستان کوتاه از کافکا هستش، نویسنده مورد علاقه من و یکی از نویسندگان بزرگ دنیا. چند تا از داستان‌های کوتاه خیلی معروف و خیلی جذابشه که اسم کتاب مسخ هستش. داستانه، حتی اگه حوصلتون نمیشه همشو بخونین، میتونید چند تا داستانشو انتخاب کنین و فقط چند تاشو بخونین، ولی قطعا لذت میبرین. کتاب بعدی کتاب معروف قلعه حیوانات هستش، همون مزرعه حیوانات. یه داستان خیلی جذابه. در ظاهر داستان راجع به یک سری حیوان هستش که در یه قلعه دارن زندگی میکنن، ولی در باطن داره نشون میده که یک انقلاب چطوری با شکست مواجه میشه، چطوری میتونه به پیروزی برسه. در واقع میشه گفت یه جوری مربوط به سیاست‌های امروزی ما هم هست. واقعا کتاب جذابیه. بهترین نکته‌ها رو در قالب داستان اومده برای ما بیان کرده. امیدوارم که از خوندنش لذت ببرین. کتاب بعدی کتاب معروف پیرمرد و دریاست. معروفترین اثر ارنست هستش. همینطور که میبینین اینم واقعا کتاب قطوری نیست. راجع به تلاش‌های یک پیرمرده که قصد داره یک کوسه رو شکار کنه. شجاعت پیرمرد رو، امیدواری، سرسختیشو به ما نشون میده. واقعا کتاب زیباییه. تصویر نویسنده هم برای ما گذاشته. کتاب بعدی من الان دارم این کتاب رو میخونم، مثل آب برای شکلات. واقعا از خوندنش دارم لذت میبرم. من همش رو نخوندم، هنوز مقداریش مونده، ولی چند روزه که شروعش کردم چون خیلی زیباست بیشترش رو تقریبا خوندم. همونطور که روش نوشته رمانی جذاب و رویایی و بی اندازه احساسی از مبارزه یک زن با سنت‌های جامعه خودشه. نوشته پشتش هم خیلی جالبه. نوشته مثل آب برای شکلات سرشار از غافلگیری و استعاره‌های شیرین است که لبخند به لب می‌نشانند. اینا رو ولش کن. همینجا که نوشته در سراسر رمان بوی خوش و دلانگیز آویشن و بهار نارنج و میخک و عصاره گل سرخ به مشام میرسد، واقعا درست گفته. یعنی کتاب سرشار از بوهای خوبیه که همیشه توی آشپزخونه میپیچه. من که از خوندنش خیلی خیلی لذت بردم. امیدوارم شما هم بگیرین، بخونین و مثل من لذت ببرین.